از فرصت استفاده برده به خواهرام مراجعت میکنم، به همه خواهرای مسلمانمان، خواهرای تاجیک ما، خواهرای ازبک، دیگرها که در این سرزمین زندگی میکنن، پدر و مادر مسلمان دارن، از برای خدا از خدا شرم بداره، از بنده های خدا که شرم نداشته از خدا شرم بداره. این چه عیب شرمندگی است؟ اطلس گرفته است، ترسیک کرده است، او را ایزار گفته نمیشه و ترسیک در زانو شیوخی در بو بانقتی بستش در اینجا. بعد یک کرته اطلس دیگه کرده از رنگی توپیک در قد کوچکش میمون کده گشته. همین شکل صورت است. من حیران میشم اون دختر پدر داشته باشه، پدرش چی رنگ باشه، مادر داشته باشه، اون مادر او چی رنگ است که به این شکل به این صورت میگرده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت صنفان من اهل نار لم ارهما، ده طایفه مردم هستند که از اهل دوزخن، من هم یا را ندیدم. میگه پیغمبر نه که به خبری که از خدا به من رسیده است میدانم که اینا دوزخی هستند. سبحان الله، اگر پیغمبر به این شکل و صورت ایش زنای شرمنده را میدید، آیا امتی ایو را قبول میکرد؟ ایرنگ شو بیزار بود. من ندیدم شو میگه نه که من به شما خبر میتم که همین دو طایفه مردم دوزخی هستند، دوزخی هستند، دوزخی. قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون به الناس. گروه اول قومی که در دستشو دوبینکه دارن یا شلاق دارن مثل دنبگو که با اون مردم هم میزنن. و نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنبة البخت المائله. طایفه دوم زنهایی که اگر چند لباس بپوشن اما در معنا لچی برهنه، او لباسی او لباس نیست. زنهایی که از شریعت اسلام دور شدیان دیگرها را با از شریعت دور میگردونن، هم خود دور شدیان هم سبب دور شدن دیگران میگردن. سراشو مثل کوهان شتر، موی سر در پشت سر جمع میکنن، اینقدر توب میکنن مثل کوهان شتر، اسنیمه شتر واری. وقتی که موی سر در پشت سر جمع کرد دیگه اون رمال میبنده آخی سر علیج میکنه به قواری. لا یدخلن الجنه، دو طایفه داخل جنت نمیشوند. ولا یجدن ریحها و این ریحها لیوجد من مسیرت کذا و کذا و فی روایت من مسیرت 500 عام. این طایفه ها میگه این دو طایفه داخل جنت نمیشوند، حتی اینا از بوی جنت محروم هستند. بوی جنت از مسافه 500 ساله راه استشمام میشود، این دو طایفه مردم از بوی جنت محروم هستند. پس بخد بیای خواهرای عزیز، آخه شرافت شما در عزت شما، شرافت و آبروی شما در پوشیدن و استوره بدن شما است که یک از حرمت احترام تو میکنه. با این شکل صورت در کوچه میبره کی شما را احترام کنه؟ کی احترام تو کنه؟ بعضی جوانان شکایت میکنن که امروز جوانای ما بی ادب شدیان، زنهای شودار هم گپ میپرتوین. ای کجا میفهمه که این زن باشه به همین شکل صورت میگرده آخی در کوچه؟ از برای خدا هشتونه در سر تو بگیره ای مردم مسلمان. آخی ما میگیم ما عرف و عادت ملی داریم، ما تاجیک مسلمان هستیم، الله اقل ما عرف و عادت ملی خودتون رعایت کنه. این چه حال زار است؟ این چه حال زار است؟ همین رومال با کی زیان کرده است؟ رومال حسن کی را کم کرده است؟ قسم به خدا برعکس است. یکی از سبب‌های آن که در اروپا در تهلکه غلطیدن در بعضی ممالک در جاهای جمعیتی دیگه سطر عورت منع میکنن، حجاب منع میکنن، آن است که دیدن که زنهای اروپا حتی مایل به سطر شدن. او زن وقتی مستوره باشه ببینه چقدر شرافت آبرو داره، هر کس جرأت نمیکنه به پیشش نزدیک شود. پس آبروی شما، عزت شما، تمدن شما، کلتور شما در سطر عورت است. زنهای عزیز و پسرای مهربان، اگر کرده صاحب تمدن استه، اگر نکرده یک مقلد استه. این تقلیدش میمون هم کرده میتونه. برای تقلید کردن یگان عقل و فراست در کار نیست. شرق را از هم برد تقلید غرب، باید این اقوام را تنقید غرب.
حضرت علامه اقبال لاهوری، شخصی که تعلیم اروپایی داره، شخصی که در اروپا خوانده است، ما و شما را تحذیر میده که شرق تقلید غرب از بین میبره، نست نابود میکنه. قوت مغرب نه از چنگ و رباب، نه زی رقصی دخترانی به حجاب، نه زی سحری ساحرانی لالروست، نه زی عریان ساق و نه از قطع موست. قوت مغرب زوری اروپا و امریکا از سینتزاتر نیست، از گیتار نیست، از رقص او دخترای فاحشه نیم برهنه نیست، از کازینو و نشینای کلوبا نیست، از بریدن مو و پرچاسکا و سریلیچ کردن و کونیلیچ گشتن نیست. قوت مغرب از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. زوری اونو تواناییش و اقتصادی به قوتشو از علم و دانش ای. مدنیت در آموختن ای، در تعلیم ای. مدنیت در تقلید کرکرانه و میمونوار نیست. قوت مغرب از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. حکمت از قطع و برید جامه نیست، مانع علم و هنر عمامه نیست. هیچ وقت سلام مانع علم و هنر نمیشه. سر تلیچ کردی و موی سر تبریدی تو کلتورنی نمیشه. هیچ وقت مدنیتی تو، علمی تو، دانشی تو، فراستی تو در علم تای، در تمدن تای، در عقل فراست تای. ای جوانی عزیز، علم و فن رو ای جوانی شوخ شنگ مغز می باید، نه تقلیدی فرنگ. برای علم و فن عقل در کار، مغز در کار، کوشش در کار. با تقلیدی فرنگ هیچ وقت صاحب علم و فن نمیشه. هیچ وقت. روسا یک مثال دارن، میگن по одежке встречают, по уму провожают. انا لباس تمه بینن قبولت میکنن، بعد عقل تدیده با تو معامله و مناسبت میشوه. میبینن لباس و سر لباس تا چی، بعد با عقل با تو معامله میشوه. سالی 2001 بود، رحمتی پدرم بیمار بود، در همین شفاخانه مدگردوک 4م ایتاژ در خواب یکم. از دستش میگیرم میبرم پریویازش نی، پریویازکش میکنن میارم. زیاده از 2 ماه همراهش بدیم. جامعه دارم، ریش دارم. همجا یک چند جوان اخران آنکه محافظت میکنن. یک شخصی بزرگ دیگه در همجا خواب بود، اما شب روزا. بعد این اخرانیکو ای بیکاری را کراسورد حل میکنن. گازیتا گرفتیانه کراسورد حل میکنن. با هم یک تاش نشستگی، ما هم در پهلو شیشتم منتظری پدر موقعی که ای ریانیماسیا میبره خطیش بریم. یک کسی دیگه سوال کرد که فلانی، گفت این خیلی کلمه بوده است، 5 حرف داشته است، چی میشه؟ او گفت من یک جمله دونم. یک خشیشتم که دیدم بسیار همجا رست شدگی ای. با گفتمش یک همی تا نگاه کرد با تعجب. بعد ورتیکال شد حل کرده است، پرپندیکولار شد باید چکنه حرفی اولش یوف شد کو ایش چی میشه باشه. گفتم میشه نه خیلی میشه پرید ایجاش خشت در ریش صدقه بوبیت ای که جو میدونی. گفتم دودر جان، بوبیت اونیورسیتت دولتی تاجیکستان ولی دانشگاه ملی است، با دیپلم سرخ تمام کردگی ای. عجب مردمی. شما همی تو گالستوک کسونو برو کنه بینه آدم هیچ حساب نمیکنید. انا دیگه ما در همون حجره خطی پدرم بدیم، همه کراسورداش نمیوردن، در پیش مو حل میکردن. داملو همجا چی میشیده باشه؟ از همون خاطر علم و فن رو ای جوانی شوخ و شنگ مغز میباید، نه تقلیدی فرنگ. اما شما تازه و آزاده باشه، خشرو باشه، لباسای خشرو پوشه. ولی یک چیز در مفکوره ما ششتگی، خاصتا مردم پیشینه میگن ایچی تا آبازی های آبازی در یک هفته یک بار میشوه. سبحان الله. یا تو باشه در دوره سویتی بنیدین بود، یک روزش هم روزی حمام بود، یا در عسکری یک روز بنیدین ای. این بیچاره خیال میکنن که همین آدم باید در یک هفته یک بار آبازی کنه. هر روز آبازی کنه، اگر امکان داره در یک روز 5 بار آبازی کنه. باور کنه در همین گرمی من شرایط بیاوم، همین هر باره که طهارت کردن لازم شود غسل میکنم. ای هم سلقین شای،
هم توزه و آزاده شای در این گرمی بدن آدم عرق میکنه. ببینه پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر به تازگی و آزادگی خوشبویی اعتبار میداد. در روز جمعه امر کرده است امت که غسل کرده و بعد بیایه نماز. اگر چند به وضوء میشه و نماز خونده. چرا غسل؟ زیرا که همون چرک بدن نابود شوه. وقتی که چرک در بدنت نباشه عرق هم که کنی بوی بد از بدنت خارج نمیشه تو چند مدت. از همین خاطر باید تازه باشه، آزاده باشه. امکانیت داره، امکانیت. همین پوشیدن لباس زیبا هم دلالت به سلیقه میکنه. کسای لباس تازه و آزاده میپوشن که اتیکه و استتیکه را میدونن. آخه شما جوانای عصر 21 پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به امتش تاکید کرد احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم. گفت بهترین لباس ها را پوشه، لباس خوب پوشه. حضرت امام اعظم ابو حنیفه بهترین لباس میپوشید، زیباترین لباس ها میپوشید. اصلحوا رحالکم، در سواری های بهترین سوار شوید، در سواری بهترین سوار شوید. این الله یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده. خداوند دوست می‌داره که اثر نعمتش در بندش ببینه. 30-40 هزار دلار در تای سر مونی و یا لباس کندگی جیدن بپوشی بگردی خدا را خوش نمیآید. لباس را تازه و آزاده کنی به خاطر خدا، برای افتخار و تکبر دنیا نه، به خاطر خدا لباس تازه و آزاده پوشی. همین ریش سفیدای ما را ببینه، بعضیش بسیار زیکان، بسیار زیکان، خدا نگهبانش باشه. وقتی لباس میپوشن میان میگوی ملائکه اومده است. ریشش سفید، سر لباس تازه سفید آزاده خوشبو داره، در سر باید سلای دیگر بسته است، میگوی قشون ملائکه ها می اومده باشند. انا به همه تقلید کنه، خوشو به حالشو. زبونای پسته استفاده بره. کسای زبونای پسته استفاده نمیکنه، از زبونای پسته بهتر مسواک باید داشته باشه، تازه و آزاده کنه، خطونه خوشبو کنه. زیرا اسلام دینی پاکی و تازگی است. حضرت جبرئیل دیده باش صورت در اومد که عمر رضی الله عنه میگه ما در تعجب موندیم از لباس سفید تازه و آزادش، از موی سیاه تازه و آزاده و خوشروش در تعجب موندیم که آدم اینقدر بزیب میشید است، اینقدر خوش لباس میشید است. انا میگم تازه و خوش لباس باشه. جوانای عزیز، مسلمان ها غر محجلین هستند، یعنی که یک پیشانی تابناک دارن. در بدن گاوی سیاه ببینید اگر یک داغی سفید باشه چقدر خوشرو و یک داغ. انا مسلمان ها در بدن بنی بشر مثل انا داغی سفید خوشرو هستند. باید به همین سزاوار باشه. خواهش میکنم و تقلیدی به دیگران نکنه. الحمدلله لباس تازه و آزاده و خوشرو امروز پرای هر نمودش که بخواهی. همین مایک های تنگ، نمیدونم همین شیمایی که حتی دو شاخگی را نمیپوشن، از برای خدا همین را نپوشی. همین با مردی شما زیان داره، میفهمه؟ با مردی تو زیان داره. متاسفانه وقتی ما به آخر رسید، انشاءالله هفته آینده از همین جایی که صحبت قطع کردیم ادامه خواهیم داد. در آخر در حق همه دعا میکنم که خداوند همون زینت و زیبایی و سیکه و صورتی را که به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم و به اصحاب بزرگواری او عطا کرده بود به ما و شما نیز عطا کند. خداوند سلیقه نیکو برامون بده تا به خاطر خدا، به خاطر خوشنودی خدا، از بس که خداوند دوست می‌دارد اثر نعمت در بندش ببینه، لباسای خوب و زیبا و آزاده پوشیم، شکل صورت زیبا داشته باشیم، خاصتا زنهامو شکل صورت مستوره داشته باشند تا اینکه خدا و پیامبر خدا را خوش بیاید. و خدایا خداوند امید بر رحمت تو داریم، مسلمان واقعی مان گردان، نه مسلمان جغرافیایی. پروردگار مساعدت که هر وقت یک فرمانی تر میشنویم، امر از اوامری تر میشنویم، تاکیدی را از تاکیدات حبیب محمد صلی الله علیه و سلم میشنویم، خود را در آن مستقیم کنیم، موافق آن عمل کنیم تا توسط این عمل و توسط این استقامت بر رحمتی تو سزاوار گردیم. این چی طاعت چی بندگی باشد، مردن به چی زندگی باشد. این چی طاعت است چی عبادت است. از این حال ده میگه مردن بهتر، چون که الله ذوالجلال سمیع است و بصیر است، شنوا هست و بینا هست. وقتی که بینا هست ما و شما را چگونه نظر میکند؟ ما و شما بنده ها را الله ذوالجلال به صورت ها ما نظر نمیکند. صورتی که خوشرو هست، بدرو هست، دراز هست،
کوتاه است، فربه هست، خراب است، سیاه پوست است، سفید پوست است، روس است، تاجیک است، ازبک است، انگلیس است، نمیس است، به اینها خدا نظر نمیکند. پیامبر صلی الله علیه وسلم گواه این سخن است که میگن ان الله لا ینظر الی صورکم، خدا بر صورتهای هیچ کدام ما و شما نظر نمیکند. ولا الی اموالکم، بر مالهای ما و شما هم نظر نمیکند که فلانی قدر مال داره، خانه به حشمت داره، پول طلا و تنگه زیاد داره، سواره خوب داره، نه، خدا به یا نظر نمیکنه. اینها رو بیدینا هم دارن، اینها رو دشمنای خدا هم دارن. این در نزد خدا هیچ قدری ندارد. لا ینظر الی صورکم ولا الی اموالکم، بس چیه کن؟ بل ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، بلکه الله ذوالجلال نظر میکند در دلهای شما و عملهای شما. مخصوص پروردگار ما و شما را به گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم نظر فقط در دلهامون میکنه. یعنی دل مکان معرفت است، دل جایی هست که ایمان در اونجا هست، بنده خدا را به همون میشناسد و شیطان در دل در آمده نمیتونه، در بالا فقط در صدر، در سینه میآید. ولی دل سه قبط است. قبط بالایی را سینه میگیم، قفس سینه، این دیوار است. از درون این قفس سینه بعد چی است؟ درون بعد دل است و در درون دل با فؤاد هست. فؤاد هست اما همون دریچه مخصوصی که در درون قلب است، مکان تجلی پروردگار، نظر پروردگار در همونجا است. یعنی شیطان به اینجا در آمده رخ نکرده نمیتونه، فقط قبط بالایی را یوسوسو فی صدور الناس، خداوند میگه وسوسه میکنه شیطان فی صدور الناس، در صدر، در سینه ها وسوسه میکنه. یوسوسو فی قلوب الناس نگفت، فی صدور الناس. یعنی فقط دروازه یکم نمیتونه وسوسه کنه، در دروازه دیگه سیمش نیست. اما در دریچه اخیران که در درون قلب است، او را فؤاد میگن. نظرگاه پروردگار در همونجا هست. دل نظرگاه جلیل اکبر است، کعبه بنیاد خلیل آذر است. ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم دیگر حدیث دارد که اگر یک تای شما خانه کعبه را به بیل کلن اگر چپگردان کنین، هموارش کنین و یک نفر دیگر دل یک مسلمان آزار بوده، همین آزار دادگی دل مسلمان از خانه کعبه چپه کردگی ده گناهش عظیم است، بزرگ است. برای چی؟ دل نظرگاه جلیل اکبر است، دل نظرگاه پروردگار است. شاید که نظرگاه پروردگار یک آدم به عبادت بود، صالح است، تلاوت دارد، قرآن دارد، نماز شب دارد، کسب و مهنت حلال دارد، دل او را وقتی که آزرده کردی، تو بین نظرگاه پروردگار شکستی. دل مومن میگه عرش خدا، دل نظرگاه جلیل اکبر. کعبه بنیاد خلیل آذر است، همون سنگ است، خیشت است یا چیزی دیگر. اگر چپک شه با اثر بینوش میکنن، با که نیست. آزردن دل مسلمان از خانه کعبه چپک کردن گناهش عظیمتر است.